دوستان بیایید نگاهی بکنیم به اصل هشتم. Article 8 اصل هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by constitution or by law. خب یه دفعه یه ذره سریعتر میخونم. Article 8 Everyone has the right to an effective remedy by a competent national by the competent ببخشید از اول بخونم. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. خب ترجمه فارسیشو بگم. در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد. خب حالا بذارید چند تا لغت نگاه بکنیم و بعد برمیگردیم دو مرتبه میخونیم. Fundamental rights یعنی حقوق اساسی. Violating to violate فعلشه میشه تجاوز کردن. زیر مثلا violate the law یعنی قانون رو زیر پا گذاشتن. Effective remedy میشه رجوع مؤثر. National Tribunal محاکم ملی. Tribunal میشه محاکم. National ملی. Competent صالحه یعنی کسی که میدونه چی کار داره میکنه، بلد وارد به کارش. خب کانستیتوشن که میدونید میشه قانون اساسی. لا میشه قانون. granted to him یعنی داده شده. مثلا میگی laws granted to him قوانینی که برای او شناخته شده باشد، یعنی دیگه تعارف نداره، این قانون شامل طرف میشه. خب پس بذارید یه دفعه دیگه فارسیشو بخونم بعد میریم سر وقت انگلیسیش تو مرتبه. در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد. Article 8 Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by the law. من چون وسیله‌های فنسی و خیلی درست حسابی ندارم، دوربین و اینا، بعضی وقتا امکان داره گوش چشتون رو ببندید همینطور صدا رو همین با گوشتون آشنا بشه و لغتاشو متوجه میشید و مهمترین این که مفهومش براتون قشنگ آشنا باشه و بدونید. مرسی.